زاگرس نخستین زیستگاه انسان هوشمند در باختر آسیاست. بر اساس یافته‌های پارین سنگی در غار کلدر خرم‌آباد، نیاکان ما دست کم از 54,000 سال پیش در این کوهستان زیستند. سومریان 4,000 سال پیش از میلاد مسیح در اساطیر خود این سلسله را کور یا کور خواندند. آشوریان نیز در 1700 سال پیش از میلاد در شرح حمله به پارسوها این کوهستان را زاگروتی یا ساگارتی نامیدند. زاگر در اوستا به معنی کوه بزرگ است. یونانیان باستان زاگر اوستایی را زاگرس تلفظ می کردند.